برای بررسی یک کشتی خیالی و دوستانه بین رستم دستان از شاهنامه فردوسی و هرکول هراکولس از اساطیر یونانی، باید ویژگی‌ها، توانایی‌ها و داستان‌های مرتبط با هر یک از این دو قهرمان را تحلیل کنیم. این مقایسه بر اساس خصوصیات اساطیری و روایت‌های ادبی هر شخصیت انجام می‌شود و نتیجه‌گیری بر اساس احتمالات و منطق داستانی خواهد بود. در ادامه، این بررسی به صورت دسته‌بندی شده و با جزئیات ارائه می‌شود. 1. معرفی شخصیت‌ها. 1.1 رستم دستان، شاهنامه فردوسی. رستم، قهرمان اصلی شاهنامه، پهلوان ایرانی و نماد قدرت، شجاعت و وفاداری است. او فرزند زال و رودابه است و از نسل سام نریمان، یکی از پهلوانان بزرگ ایران باستان. رستم دارای قدرت بدنی خارق‌العاده است و در بسیاری از نبردها، چه با انسانها و چه با موجودات اهریمنی مانند دیو سفید، پیروز شده است. سلاح اصلی او گرز گاوسر است و اسب وفادارش، رخش، نقش مهمی در ماجراهایش دارد. رستم همچنین به خرد و تدبیر نیز مشهور است و اغلب تصمیماتش ترکیبی از قدرت و عقل است. 1.2 هرکول هراکولس، اساطیر یونانی. هرکول، قهرمان نیمه خدای اساطیر یونانی، فرزند زئوس، خدای خدایان و یک زن مرتل به نام آلکمن است. او به دلیل قدرت بی‌نهایت و انجام 12 کار بزرگ، 12 لیبرز، شناخته می شود که شامل کشتن شیر نمیان، گرفتن گوزن طلایی و پاکسازی استبل‌های اوگیاس است. هرکول نماد استقامت، قدرت بدنی و اراده است، اما گاهی به دلیل خشم کنترل نشده دچار خطا می شود. سلاح اصلی او چماق و پوست شیر نمیان به عنوان زره است. او همچنین در برابر خدایان و موجودات افسانه‌ای مانند هیدرا و غول‌ها مبارزه کرده است. 2. مقایسه توانایی‌ها و ویژگی‌ها. 2.1 قدرت بدنی رستم. قدرت رستم به حدی است که در کودکی توانسته یک فیل را با یک ضربه بکشد و در بزرگسالی دیو سفید، قوی‌ترین موجود اهریمنی، را از پای درآورد. او همچنین در نبردهای تن به تن با پهلوانانی مانند سهراب و اسفندیار که زرهی نفوذناپذیر داشت، پیروز شده یا مقاومت